داستان فیلم تو سال 1989 در جریان او درباره دختر نوجوانی به اسم لیزا سوالوز روایت میشه که به علم، هنر و مرده ها علاقه داره. اون تو مدرسه مورد آزار و اذیت همکلاسیاش قرار میگیره و تو خونه هم با پدرش که یه مخترع دیوانه است درگیره. یه روز لیزا در حال گشت و گذار توی قبرستون قدیمی یه جسد زیبا از دوران ویکتوریا رو پیدا میکنه و عاشقش میشه و تصمیم میگیره اونو با خودش به خونه ببره. لیزا به وسیله یکی از دستگاه‌های پدرش اونو تبدیل به مرد رویاهای خودش میکنه و اسمش هم میذاره فرانک و از اون میخواد که دوست پسرش بشه. اما فرانک یه مرد معمولی نیست. اون یه مرد مرده است که با قطعات بدن دیگران زنده شده. اون هیچ خاطره ای از گذشتش نداره و تنها چیزی که میدونه اینه که لیزا اونو دوست داره. اون چند تا مشکلم داره. مثلا بدنش بوی بدی میده، قطعاتش گاهی از هم جدا میشن و گاهی وقتا هم خشمگین میشه و مردمو میکشه. لیزا و فرانک سفری رو برای پیدا کردن عشق واقعی، شادی و چند تا قطعه بدن گم شده شروع میکنن. اما تو راه با چالش‌های مختلفی روبرو میشن. فیلم 1 ساعت و 41 دقیقه لیزا فرانکشتاین 9 فوریه 2024 تو ژانر فیلم‌های ترسناک، کمدی و عاشقانه تو ایالات متحده منتشر شد. این فیلم تا الان با بیشتر از 4000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.6 از 10 را ثبت کرده. لیسی و دنیل زوج خوشبختی هستن که همراه 2 بچه‌هاشون زندگی آرومی دارن. اما لیسی به خاطر شغلش همیشه استرس و نگرانی داره. دنیل هم به خاطر اینکه تازه از کار اخراج شده، روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنه. پسر نوجوانه این خانواده جسی هم مدتیه که دوستای بزرگتر از خودش پیدا کرده که لیسی و دنیل نسبت به این موضوع احساس خوبی ندارن. پسر کوچیکتر خانواده هم سم به تازگی اعلام کرده که مرد شنی هر شب به دیدنش میاد. اما کسی حرفشو باور نمیکنه. ولی خیلی زود همه کابوس‌ها رنگ واقعیت به خودشون میگیرن و خانواده اتفاقای ترسناکی رو تجربه میکنن. فیلم 1 ساعت و 37 دقیقه آسمان‌های تاریک فوریه 2013 تو ژانر فیلم‌های ترسناک، علمی تخیلی و مهیج منتشر شد. این فیلم با 80,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.3 از 10 رو گرفت. پاتریک یه آدم عجیب و غریب و تنهاست که توی خونه متحرک توی جای دورافتاده زندگی میکنه. بعد از یه طوفان شدید و رعد و برق، یه زن جوون مرموز جلوی خونش ظاهر میشه و بهش میگه که دنباله پناهگاهست. هرچی از شب میگذره، زن جوون اطلاعات بیشتری در مورد پاتریک کشف میکنه و سعی میکنه مقاصد اونو زیر سوال ببره. هرچی بیشتر میگذره، اضطراب و بی‌اعتمادی بین این 2 نفر به وحشت و بدگمانی تبدیل میشه. فیلم 1 ساعت و 40 دقیقه تو هرگز مرا پیدا نخواهی کرد 22 مارس 2024 تو ژانر فیلم‌های ترسناک و مهیج از کشور استرالیا منتشر شد. این فیلم تا الان با نزدیک به 3000 رای امتیاز 5.9 از 10 را تو سایت IMDb ثبت کرده. پل یه راننده کامیون آمریکاییه که تو سال 2006 تو عراق کار میکرده. اون تو تاریکی شدید از خواب بیدار میشه و کم کم متوجه میشه که توی تابوت چوبی گیر افتاده و زنده به گور شده. اون با فندکش میتونه تله‌ای که توش گیر افتاده رو ببینه و خیلی زود متوجه میشه که هوای کافی برای مدت طولانی وجود نداره. پل داخل تابوت یه تلفن همراه پیدا میکنه که به اون اجازه میده با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنه. اما از بیرون کسی نمیتونه برای پیدا کردن مردی که تو جعبه‌ای وسط صحرای عراق دفن شده کمک چندانی بکنه. حالا پل مجبوره به تنهایی و با تکیه به مهارت‌های خودش زندگیشو نجات بده. فیلم 1 ساعت و 35 دقیقه مدفون محصول کشور اسپانیا سال 2010 تو ژانر فیلم‌های مهیج، رازآلود و بقا از طریق برادران وارنر منتشر شد. مدفون با 168,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7 از 10 را گرفت. سال 2024 و کووید 19 به کووید 23 جهش پیدا کرده و جهان تو 4مین سال قرنطینه خودش قرار داره. توی ایالات متحده دولت این کشور به یه دولت پلیسی فاشیستی تبدیل شده و افراد مبتلا به کووید 23 برخلاف میلشون از خونه هاشون خارج میشن و به اردوگاه‌های قرنطینه معروف به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل میشن.
تو این کمپ ها مبتلاها رو رها میکنن تا بمیرن یا به اجبار بهتر بشن. این بین مرد جوونی سعی میکنه دوست دخترش رو از دست مقامات بهداشتی که میخوان اونو مادر بزرگ بیمارش رو به خودشون ببرن نجات بده. فیلم 1 ساعت و 24 دقیقه آواز پرنده دسامبر 2020 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی مهیج و آخرزمانی منتشر شد و با 12,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 4.8 از 10 رو گرفت. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.